برای کشش و رفع خستگی از عضلات پشت شانه ها و پشت گردن، همینطور تقویت ماهیچه‌های زوزنقه‌ایمون در پشت، 2 حرکت ساده رو در نظر گرفتم که هم افراد مسن میتونن به صورت نشسته کار بکنن و هم دیگر افراد میتونن به صورت ایستاده انجام بدن. تمرین اول خیلی ساده است. در حالی که بدن صاف هست، دست‌ها رو به این صورت به جلو کشش میدیم، سرانگشتان رو به جلو کشش میدیم، اما چیزی که مهم هست و درمانی میکنه تمرین رو، کشش سر و سینه به سمت عقب در جهت مخالف دست هاست. چند ثانیه این کشش رو نگه میداریم بدون اینکه شانه هاتون رو بالا بیارید. انگشتا به جلو، سر و سینه به عقب. آرام حرکت رو جمع میکنیم. این تمرین رو میتونید چند بار تکرار بکنید. تمرین دومم مشابه تمرین قبل هست، با این تفاوت که انگشتا رو قلاب میکنید. با یک دوران وضعیت عضلات و شانه ها رو تغییر میدید. حالا دست ها به جلو فشار میاره و باز سر و سینه به سمت عقب. فشار دست ها به جلو، سینه و سر به سمت مخالف و عقب. چند ثانیه کشش رو نگه میداریم و آهسته کشش رو کم میکنیم و دست ها رو رها میکنیم. این رو هم میتونید 3 تا 5 نوبت تکرار بکنید. براتون آرزوی تندرستی دارم.